آتش در یک وقت هم دوست و هم دشمن بوده میتواند. از این رو خوب میشد که از آن درست و به مورد استفاده نمایید. در خانه با اسباب‌های برقی و گازی و با دیگر سوزشواری استفاده شونده به اجازه پدر و مادر سر و کار نگیرید. از گوگیرچوب و آتش انگیزک‌ها استفاده نبرید. دادر و خواهرکان خود را به نظارت نگذارید. پیش از خواب و یا قبل از خانه برآمدن تجهیزات گرمی دهنده یا درز ماکنی، رادیو، تلویزیون و دیگر اسباب‌های برقی را حتما خاموش کنید. هنگامی در مؤسسه تعلیمی بودن باید تکنیک‌های به خطری را دانید و رعایت نمایید. از تجهیزات برقی یک باره استفاده نبرید. با گوگیرچوب و موادهای پروتکنیکی سر و کار نگیرید. پس از انجام مشغولیت‌ها خاموش کردن کامپیوتر، پرینتر، تخته الکترونی، تجهیزات گرمی دهنده و لامپ‌های برقی را فراموش نسازید. قاعده‌های به خطری از سوختار را دانستن و رعایت کردن برای هر یک شخص از جمله برای ما خوانندگان نیز شرط و حتمی است. حیات خود و دیگران را زیر خطر نگذارید. سرریاست معارف شهر دوشنبه